بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم. این در واقع ارائه‌ای که با همکاری دوستان تهیه شده در خصوص جلسات ورکینگ گروپ یک، مثلا یکمین جلسه. خب بیشتر دوستان توی در واقع JPEG AI شرکت کردن، برای همین بیشتر جزئیات راجع به در واقع JPEG AI مطرح میشه. JPEG XE و JPEG AIC هم دوستان شرکت داشتن که راجع به اون هم صحبت‌های خواهد شد. غیر از اون موارد، من بقیه موارد رو از روی اون پرس ریلیز یه سری در واقع نتایج مختصری خدمتتون عرض می‌کنم، هرچند اون جلسات متاسفانه موفق نشدیم شرکت کنیم. من با اجازهتون یه گزارش مختصر راجع به میتینگ 101 عرض می‌کنم خدمتتون که از 30 اکتبر تا 3 نوامبر در واقع برگزار شد. سه تا اتفاق مهم این حوزه این بود که در واقع JPEG Trust در واقع به کامیتی درافت رسید. اون مراحل ششگانه‌ای که برای استاندارد مطرح میشه، مرحله سوم JPEG AI هم به مرحله کامیتی درافت رسیده و اون مرحله کارفول پروپوزال برای JPEG DNA هم انجام شده. من چند تا از این مواردی که تو ارائه دوستانی خیلی مختصر راجعش صحبت میکنم. خب JPEG Trust عرض کردم به مرحله کامیتی درافت رسیده و انتظار میره که تا نشست 102 نشست بعدی به درافت اینترنشنال استاندارد هم به DIS هم برسه. با توجه به توسعه شبکه‌های عمیق پدیدآور، شبکه‌های عمیق مولد، جنریتیو مدل ها و در واقع گسترش تصاویر فیک و ویدیوهای فیک، یه در واقع اهتمام ویژه‌ای رو این در واقع وجود داره که تو این حوزه کار بشه. حوزه‌های مشابهش در واقع JPEG NFT و JPEG فیک میدیا هست. من علیرغم اینکه خودم شخصا علاقه داشتم تو این حوزه در واقع تو این جلسات شرکت کنم، اما متاسفانه موفق نشدم در جلساتش شرکت کنم. جلسات بقیه جلساتی که از جلسات دیگه مربوط به در واقع پوینت کلاود کدینگ بود، JPEG پلانو که در واقع تو حوزه لرنینگ بیس پوینت کلاود کدینگ میره و ظاهرا تو این جلسات بیشتر راجع به پوینت کلاود کوالیتی متریک ها صحبت شده و وریفیکیشن مدلشون در واقع به زودی بناست که پابلیک بشه و توی جلسه 102 هم به مرحله CD برسن. JPEG DNA هست که باز یکی از کارگروه هایی که روش کار میشه. تو این مطرح شده تو گزارش تو پرس ریلیز که یه کامپریشن افیشنسیشون در مقایسه با انکرایی که داشتن در واقع یه پرفورمنس خوبی رو نشون میده و فرست وریفیکیشن مدلش هم به زودی در واقع ایجاد میشه و یه سری کور اکسپریمنت برای بهبود این وریفیکیشن مدل بناست انجام بشه. JPEG XS که در واقع توی حوزه های در واقع توی لا ایمپلیمنتیشن کامپلکسیتی کار میکنه، پارالیزم کار میکنه. توی این حوزه هم در خصوص کوالیتی کارهای انجام شده که توی سومین ادیشنش بناست با حفظ کیفیت بند 20 نفت بشه و به مرحله FDIS رسیده. JPEG XS JPEG XL در واقع یه جورایی برای تو حوزه فضای وب رو استاندارد کار میکنه، اون هم به مرحله FDIS رسیده. این مواردی که خدمتتون عرض کردم مواردی بود که خب ما خیلی کاور نکرده بودیم و من این نوت ها رو از روی اون پرس ریلیز برداشتم. سایر مواردی که وجود داره توی عناوین هم بود JPEG AIC بود، Advanced Image Coding و JPEG XS که دوستان راجعش صحبت میکنن. یکی از مواردی که ما جزئیات بیشتری رو تو این گزارش خواهیم داشت JPEG AI هست. خب همونطور که عرض کردم JPEG AI بین دوستان خب بیشتر مورد اقبال واقع شد و یه مدتیه که دوستان جلسات رو دنبال میکنن و با هم شیر میکنن. روی وریفیکیشن مدلش کارهای انجام شد توسط دوستان گروه همرسا. یه مقدار توضیحاتی که در خصوص JPEG AI داده خواهد شد این مقدار تخصصی تر، ریزتر. من با توجه به این یه مختصری راجع به JPEG AI برای دوستانی که
تو این جلسات حاضر نبودن توضیحاتی میدم توی 2 تا اسلاید مختصر. این تصاویر و در واقع چیزایی که چند تا اسلاید می‌بینید من از این منبع برداشتم. یه مقاله‌ایه که 2023 منتشر شده، مگزینه، که به طور کلی راجع به کلیات JPEG صحبت میکنه. خب این در واقع اولین استاندارد کدینگی که مطرح شده، اولین استاندارد ایمیج کدینگی که بر مبنای ماشین لرنینگ هست و در واقع هدفش تنها هیومن ویژوال سیستم نیست، در واقع ماشین اون داده مورد استفاده ماشین رو هم مد نظر قرار داره. خیلی از این حوزه ها اشتراکاتی دیده میشه، مثلا بین JPEG AI VCM یا حتی در واقع کارگروه های مختلف ورکینگ گروپ اول. این شکل به طور کلی اون در واقع فریم ورک JPEG AI رو نشون میده که یه در واقع ترانسفورمی وجود داره که تصویر ما نگاشت میشه به یک فضای در واقع یه لیتنت اسپیس، یه رپرزنتیشن اسپیسی که انتظار به این فضای سمنتیکی باشه. حالا آنتروپی کدینگ و آنتروپی دیکودینگ وجود داره و بحث دیکودینگ. بحثی که اینجا مطرحه اینه که علاوه بر این که این لیتنت اسپیس ما مناسب باشه برای فشرده سازی و برای هیومن ویژوال سیستم، داده ها به گونه‌ای باشه که برای دانستریم تسک های حوزه ویژن و پردازش تصویر هم قابل استفاده بشه. نتایجی تا الان به دست اومده نشون میده که learning based image compression ها از نظر کیفیت و بیت ریت قابل مقایسه با انکرهایی مثل BBC هستند و پاسخهایی که به دست اومده مؤید این مسئله است. منتها حالا تو این فضا که ما این برای ماشین هم مناسب شده، کارهای تعریف شده که راجع به هم صحبت میکنیم. این اون کی تاسک هایی هست که برای JPEG AI مطرح شده. سوپر رزولوشن، خب در واقع ما این لیتنت اسپیس ما که برای فشرده سازی استفاده میشه امکان بازیابی تصویر طور کلی داره. از این جهت ما انتظار داریم خیلی از المان های اساسی که برای در واقع ساخت تصویر هست توش وجود داشته باشه. از این جهت انتظار داریم توی همچین تسک های مثل سوپر رزولوشن قابل استفاده باشه. تو خیلی از تسک ها خب لازمه که داده فشرده شده دیکود بشه و بعد روش کار انجام بشه. در واقع یکی از اهداف JPEG AI اینه که تو مود فشرده اون لیتنت اسپیس ما کمک کنه که تو این دانستریم تسک ها ازش استفاده بشه. که سوپر رزولوشنه که طبیعتاً سنخیت بالایی با کامپرشن داره. لا لایت اینهانسمنت هاست، در واقع این حوزه‌ای که تو ایمیج پروسسینگ هست من اینجا تو این عرض می‌کنم، مخصوصا دینویزینگ یکی از اون کی تاسک ها مطرح شده، کالر کورلکشن، اکسپوژر کامپنسیشن و این پینتینگ. تو حوزه ویژن مثلا بحث کلاسیفیکیشن، سمنتیک سگمنتیشن، در واقع اینها بحثایی که انتظار میره اون لیتنت اسپیس بتونه کمک کنه. ارائه‌ای که دوستان دارن وارد خیلی از جزئیات اون وریفیکیشن مدله. یعنی این وریفیکیشن مدل توسط دوستان ما تو کارگروه کار شده، یه سری ریزالت هم گرفته شده. دوستان توی کور اکسپریمنت ها مشارکت داشتن از سمت ایران که حالا خودشون به ترتیب راجع به این مباحث صحبت خواهند کرد. یک مقدار ممکنه ارائه دوستان خورده ریزتر باشه، برای همین من سعی کردم کلیاتی از این قضیه بگم. این در واقع تا جایی که من خاطرم هست این انکودر دیکودری که استفاده میشه فکر میکنم آتو انکودر هست. توی بخش‌های مختلفش کارهای انجام شده که بعضی از دوستان ما به طور ریز وارد این قضایا شدن که راجعش صحبت میشه. تو اسلاید آخر شاید مثلا یک دوستان که با این حوزه آشنا نیستن یه مقدار راجع به این قضیه که حالا پرفورمنسش چجوریه سوال باشه. من این اسلاید آوردم اون تیم‌های مختلفی که توی JPEG AI همکاری داشتن، این ریزالتاشون رو میشه دید که در واقع محور عمودی بیت ریت و محور افقی کدینگ افیشنسی در واقع اون کامپلکسیتی مدل هست که در مقایسه با VCC در واقع این پرفورمنس و کاهش بیت ریت رو میتونیم که اسلاید ببینیم. این مختصری بود راجع به JPEG AI. حالا انشاءالله دوستان راجع به جزئیات بیشتر و جزئیات فنی تر
JPEG AI صحبت خواهم کرد. خب من حالا قبل از اینکه وارد بحث JPEG AI بشیم، آقای دکتر مینو انشالله یه ارائه کوتاهی راجع به JPEG XE خواهند داشت. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. بفرمایید. بله، عرض می‌کردم که برای یکی از این فعالیت‌های جدید JPEG اکسپلوریشن هاشون راجع به همین ایونت بیسد در حقیقت ویژن هست که یه نسل جدیدی از سنسورها برای اپلیکیشن های خاصی، خیلی هاشون مربوط به استفاده انسانی نیستن، برای کاربردهای بیشتر برای کاربردهای ماشینی هستن. یه سری سنسورهایی هستش که نسبت به سنسورهای رایج و کانونشنال که پیکسل بیسد بودن با در حقیقت یونیفرم سامپلینگ و اینا تعریف می شدن متفاوت هستن. بنابراین اگه بخوایم خیلی در حقیقت کاراکترایز بکنیم این پارادایم جدیدو، این هستش که اینا بر اساس نیومورفیک کامپیوتینگ هستن که اینا یه در حقیقت شاخه‌ای هستش که حالا من نمیدونم توی دانشگاه سیدنی یک از این ارائه‌های ورکشاپ رو اگه نگاه بکنید توی دانشگاه سیدنی در حقیقت مستر دیگری میدن برای همین نیومورفیک کامپیوتینگ که راجع به این هستش که در حقیقت محاسباتمون رو بر اساس چیزای انسانی بکنیم، مثلا مغز چجوری کار میکنه، برای حالا پردازش صدا، برای حالا هر چیزی سنسورهای ما به اون شکل باشن، کامپیوتیشن ما به اون شکل باشه. بعد تو این فیلد نیومورفیک کامپیوتینگ این هست که عوض اینکه ما بخوایم همه چیزو خیلی از دید هاردور کانونشنال با یونیفرم سامپلینگ و اینا استخراج بکنیم، بتونیم بر اساس ایونت بکنیم، یعنی سامپلینگ رو وقتی انجام بدیم که یه تغییری اتفاق افتاده باشه. و اون چیزی که میگن این که تمرکزمون رو عوض این که روی در حقیقت چیزای استاتیک یا ثابت تصویر بذاریم، روی تغییرات تصویر بذاریم. و توی اپلیکیشن‌هایی که معمولاً خیلی از اپلیکیشن‌هایی که مربوط به در حقیقت ماشینا هستن و یه مقدار زیادی از ریسرچ هایی که توی حالا صنعت میشه یا نیازهایی که تو صنعت هست یا تو حوزه‌های تحقیقاتی ریسرچ هست، این تغییرات هست که برای ما مهمه و معمولا می‌خوایم تغییرات رو تعقیب بکنیم. تو این جور موارد حالا این نوع از سنسورها و این نوع از پردازش دیتا یه سری ویژگی‌های خیلی مطلوبی داره که یکیش افیشنسیش هست، به خاطر اینکه عوض اینکه شما فرض کنید، حالا میگم یه مثالای خیلی 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 جالبی داره که تو اون ویدیوهایی که الان موجود هست و حالا شاید ما توی گزارش جلسه من تو اونجا یادم رفت لینک بذارم، ولی لینکش هست، میتونن دوستان برن ببینن، توصیه میکنم حتما برن ببینن. لینکش رو تو اون گزارش جلسه میذاریم که دوستان میتونن مراجعه بکنن. این ورکشاپی که برگزار کردن یادم نیست که بود چند ماه قبل، یکی 2 ماه قبل شاید یا بیشتر، یه 2 ماه قبل بود برگزار کردن، برن ببینن. اپلیکیشنی هستش که اگه شما بخواید این تغییرات رو ببینید یا یه چیزی رو پردازش بکنید، احتیاج مثلا به فریم ریت های مثلا 1 میلیون فریم در ثانیه دارید، به خصوص تو اپلیکیشن های اخترشناسی و اینا. و بعد چون خیلی حجم زیاده، رزولوشن برای اینکه این در حقیقت بتونن ایمپلمنتش بکنن، تازه اونم روی دوربینای عظیم سنگینی که پاور کانسامپشنش خیلی زیاده و قابلیت ارسالشون به فضا نیست، خلاصه مجبورن رزولوشن رو بیارن پایین. ولی حالا با این در حقیقت همین سنسورهای جدید نیومورفیک میتونن، چون دیگه میگم خیلی یونیفرم سامپلینگ نداره، اون چیزی که میخوان اچیو بکنن و با همون در حقیقت با همون ایونت بیس سامپلینگ اچیو بکنن با کیفیت خیلی خیلی عالی، با رزولوشن خیلی خیلی بالا. و این نشون میده که هم افیشنت از حجم دیتایی که درست میکنه، عوض که 1 میلیون تا تصویر بگیرن که ببینن، ببخشید 1 میلیون فریم در ثانیه داشته باشن که ببینن اتفاق کجاش میفته، تصاویر رو وقتی میگیرن، دیتا رو وقتی جمع میکنن که اتفاقی بیفته. و یکی دیگه هم از نظر همین انرژی دیگه، یعنی که این همه دیتا رو بخواید چیز بکنید، کپچر بکنید، اتفاقایی که فقط خیلی یا معمولا توی اپلیکیشن هست خیلی اسپارس هستن، یعنی خیلی این تغییرات کمه، فقط همونا رو میکنید. بعد من یکی این افیشنسیه، یکی در حقیقت دیلیش هست که
تقریبا خیلی کمه، به خاطر اینکه خیلی از این اتفاقا توی خود سنسور داره میفته برای این منظور. وقتی ایونت اتفاق میفته شما همونجا در حقیقت سمپل دارید و واسه هم لازم نیستش که برید یه سری دیتایی که یا فریمایی که از قبل گرفتید رو نگاه بکنید تا ببینید مثلا توی 10 تا فریم قبل چیزی اتفاق افتاده یا نه که باعث میشه در حقیقت تأخیر ایجاد بشه. و یکی دیگه هم همین قضیه داینامیک رنجشه و کانترست زیادی که میتونن اینها داشته باشن، چون ابسولوت ولیو پیکسل رو نگه نمیدارن. حالا بستگی به اینکه چجوری دیفاین بکنن ایونت رو، تغییراتش رو فقط نگه میدارن. واسه همین میگم باز برید نگاه بکنید توی مثلا یه ایونتی که یه موشکی داره میره هوا، وقتی با دوربین معمول نگاه میکنید اون زمانی که موشک داره انجیناش فایر میکنه و همه صحنه سفید میشه، ولی حالا اینجوری نیست، تغییرات رو داره نشون میده، کجاها داره گس خارج میشه، کجاها خودش چه اتفاقی میفته رو خیلی خیلی واضح تر میتونید ببینید. یه چیز جالبه، شاید نچرال نیست البته، یعنی به عنوان فیلم توی مثلا فیلم سینمایی که نمیتونید ببینید، ولی اگه دارید استادی میکنید پدیده مثلا چه میدونم این در حقیقت خروجی این گازایی که از یه موشک در میاد رو یا اتفاقاتی رو بدن موشک داره میفته رو خیلی به وضوح نشون میده. بله فکر کنم کدوم اول یوز کیس ها بود یا اپلیکیشن ها. حالا به هر حال اپلیکیشن هایی که وجود داره برای این قضیه در حقیقت اینجا لیست شده، من زیاد واردش نمیشم. روباتیکس هست، اتوموتیو اینداستری هست، هلت کیر هست، سرویلنس اند سکیوریتی هست و کانسیومر الکترونیک. اینا رو احتمالاً دوستان اگر اون چیزها رو ملاحظه کنن خیلی ایده بهتری دستشون میاد که هر کدوم از اینا چی هست. مثلا اگه بریم سراغ یوز کیس ها، این یوز کیس هایی هستش که حتی در مرحله اول JPEG علاقمند باشه راجبشون کار بکنه و ریکوایرمنتش رو بر اساس این یوز کیس ها بدیم. البته این فعالیتی هستش که در حال انجام هست و بالاخره این به این یوز کیس ها اضافه خواهد شد، ولی فعلا این یوز کیس ها هست که یکیش در حقیقت سرویلنس هست، برای اینکه همین نگاه کاملا اتفاقی داره میفته رو خط تولید یا تو هر ایونتی که میخوان نگاه بکنن و مطلع بشن از اتفاقایی که برشون جالبه. یکی دیگه راجع به همین سنسورایی هستش که سنسورای نیورومورفیک هستش که دیتا هاشون رو بتونن پردازش بکنن و چیز بکنن و در حقیقت کامپرس بکنن، چون ظاهرا الان بانچه میگیم دیتا به هر حال حجمش خیلی کمه ولی بازم به هر حال قابل مقایسه، یعنی حجم نسبتا زیادی داره که ترجیح میدن اینم کم بشه و به نظر میاد که هیچ سولوشن یعنی کامپرشن خیلی خیلی عمده روی فایل فرمت هایی که برای دیتای در حقیقت نورومورفیک ویژوال هست وجود نداره، یا اون که وجود داره میگم در حد فایل فرمت شاید مثلا خیلی کم اطلاعات رو کم میکنه انگار به نسبت 1 2 یا 2 3، ولی میخوام ببینن تو JPEG اونایی که از اینداستری اومدن علاقمند هستن ببینن تو JPEG میشه اینا رو حجمش رو حتی کمتر کرد یا نه، به خصوص برای اون چیزایی که مربوط به فضاست، اکتشافات فضایی اینا. ولی به هر حال اکتشافات فضایی هم یکی دیگه از این دسته از چیزا هستن. اسلاید بعدی لطفاً. عرض کنم حضور شما فعالیتایی که JPEG داره، یکی همین مطالعاتی هستش که اکتشافاتی هستش که راجع به این قضیه دارن میکنن. خیلی دارن سعی میکنن که یاد بگیرن، چون خیلی از میگم پارادایم ها عوض میشه. مثلا مفهوم پیکسل توی این کانونشنال ایمیج پروسسینگ و کامپرشن یه چیزه، توی ایونت بیس ها پیکسل یه چیز دیگه است، مفهوم دیگه ای داره. و توی این ورکشاپی که بود کاملا معلوم بود که خیلی از اصطلاحات حتی یکی نیست. مثلا یه مقداری از بحث راجع به این بود که خب یکی از فعالیت‌های که یکی از زمینه‌هایی که ویدیو کامپرشن ها یا ایمیج کامپرشن ها روش بر اساس اون کار میکنن لاسی کامپرشن دیگه. و این مفهوم لاسی یا لاسلس بودن کامپرشن یه چیزی هستش که بین کامیونیتی که ایونت بیس دیتا رو در نظر میگیره با کامیونیتی که همین کانونشنال ایمیج رو در نظر میگیره انگار متفاوت بود. بعضی از اینا که کار چیز میکردن گفتن اصلا باید حتما لاسلس باشه، اصلا معنی نمیده یه چیزی لاسی باشه تو این چیز، تو این در ایونت بیس ویژن. ولی خب
از نظر اونایی که حالا تو این زمینه پیکسل بودن خب هم پردازش اولیش میتونه به هر حال لاسی باشه، میتونه سری از دیتا ها رو در نظر نگیرید، ولی به هر حال اینا چیزایی هستش که دارن سعی میکنن اینا رو به قول معروف رفع بکنن، این چیزایی که وجود داره، امبیگویتی هایی که وجود داره رو به چیز مشخصی برسن، به تعریف مشخصی برسن و بتونن چیز بکنن. یکی دیگه اسکوپ و همین دفینیشن هایی که الان خدمتتون عرض کردم. اسکوپ این JPEG XE چی هست، مال کامپرشن فایل فرمت چی هست، کجاشو میخوان نگاه بکنن. یکی دیگه برای همین اینکه حالا اگه این قرار باشه تبدیل به استاندارد بشه، همین باید ببینن یوز کیس هاشون رو در بیارن و یکی دیگه همین کامنت تست کاندیشن هاشون رو ببینن چی هست، هم باید کانتنت پیدا بکنن، هم باید دیتا ریت هاشون رو نگاه بکنن. یکی دیگه از چیزای خیلی چالش برانگیز متریک هاشون هست، چون چیزایی که باشه اندازه میگیرن دیگه PSNR رو این حرفا نیست که ما داریم، و بعد شاید کانسپت مثلا چه میدونم سابجکتیو به این شکلی که یه نفر بشینه ببینه ریت بکنه دیگه وجود نداره. یکی دیگه این هستش که انکرایی که میخوان باش مقایسه بکنن خودشون چی هست، به هر حال یکی از فعالیتاشون، یعنی بسیاری از فعالیتاشون حول و حوش این هست. و عرض کنم به حضور شما همین دیگه یکی دیگه از چیزاشون هستش که ببینن کانتریبیوشن JPEG چی میتونه باشه واسه همین از صنعت و از مراکز مطالعاتی تو دانشگاه‌ها سعی میکنن اطلاعات بگیرن. حالا میگم دوستانی که علاقه‌مند هستن این خیلی جدیده و فکر میکنم جالب باشه برای افرادی که میخوان از ایران به خصوص توی حوزه، حالا شاید ما اینداستریمون زیاد قوی نباشه تو حوزه آکادمیک شاید جالب باشه الان این چیزا. حتما توصیه میکنم این ورکشاپ ها رو ببینید. و یکی دیگه همین ورکشاپه که یعنی اولیش و آخرینی که تا حالا داشته 24 اکتبر بوده. سعی میکنم این اسلایدش رو لینکش رو بذاریم که دوستان بتونن ببینن. عرض کنم به حضور شما که اسلاید آخری منم راجع به همین فعالیت هاشونه که الان دو تا در حقیقت experimental exploration دارن. یکیش راجع به هم برای هم گفتم دنبال انکر میگردن، یکی دیگه برای مثلا اپلیکیشن های پوینت کلاود ایونت بیسد هست که با فرمت های مختلف میخوان نگاه بکنن ببینن کدینگ بین این سولوشن های فعلی چی هست. و یکی دیگهش برای همون قضیه لاسلس استوریج هست، دوباره بر اساس ایونت بیس که این کارا رو دارن الان انجام میدن. گزارشش تو جلسه بعد صحبت من تمام شد. فقط خیلی توصیه میکنم حتما این ویدیوهای حداقل این چیزا رو ببینید، به خصوص یکیش که راجع به فعالیت‌های فضایی هست. خیلی خیلی جالب. خیلی متشکرم. بحثای بعدمون راجع به در واقع جزئیات JPEG AI که توی بخش‌های مختلف در مورد جزئیات دیکودر انکودر صحبت میشه. در واقع اولین در واقع بخش از این جزئیات رو خانم دکتر منصوری ارائه میدن. سلام عرض میکنم. من در ادامه صحبت دوستان در خصوص دو مطلبی که حالا یه خورده جزئی تر بهش میپردازم صحبت میکنم. سعی میکنم کوتاه صحبت کنم. اولیش مالتی برانچ دیکودرها هستن که در حقیقت این میتینگ 101 خیلی روش مانور داده شد و من فکر میکنم در آینده خوب بشه روش کار کرد. مالتی برانچ دیکودر اجازه میده که 3 مدل، حالا چیزی که پیشنهاد داده شد 3 مدل ریکانستراکشن با لیول های مختلف کوالیتی رو ما داشته باشیم از یک سیم لیتنت رپرزنتیشن. یعنی در حقیقت این لیتنت رپرزنتیشنمون یکسان هست و ما میتونیم 3 مدل مختلف بسته به اون چیزی که نیاز داریم رو اینجا دیکود بکنیم. میشه این ریکانستراکشن با سطوح مختلف کیفیت باشه، پیچیدگی اگه برامون مهمه باز دوباره سطوح مختلفی در نظر گرفته بشه و روش تصمیم گرفته بشه. من حالا دورش خط کشیدم. ببینید مدلی که پیشنهاد داده شد برای سینگل استریم مالتیپل دیکودر
به این صورت هست که همونطوری که گفتم این قسمت لیتنت اسپیس سیم هست برای همه جریاناتی که حالا وارد میشه و ما 3 مدل میتونیم دیسیژن داشته باشیم برای دیکود کردن 3 تا نتورک مختلف، حالا نت 1 نت 2 نت 3 برای سینتزیس پیشنهاد داده شد که بر حسب نیاز با کوالیتی و کیفیت های مختلف ما میتونیم اون چیزی رو که مد نظرمون هست بازسازی بکنیم و پیچیدگی های مختلف داشته باشه. توی انکودرش چیزی که حالا پیشنهاد داده شد اینها حالا اتنشن مدل توی انکودر در نظر گرفته نشده بود که پیشنهاد داده شد اتنشن مدل در انکودر قرار داده بشه. این توی سینتزیس ترانسفورم های مختلف بنا شد که در حقیقت ریلیز بعدی لحاظ بشه توی JPEG AIVM و روش نهایتاً باز کار بشه. چیزی که ادامه پیدا میکنه روی این قضیه این هست که بنا شد که اتنشن مدل توی دیکودر همانند اون چیزی که در انکودر قرار داده شد لحاظ بشه و به صورت کلی مانور کلی روی این بود که ما بتونیم یک بالانس ایجاد بکنیم بین در حقیقت کامپلکسیتی و آن چیزی که مد نظرمون هست. ما اون appropriate کامپلکسیتی و بالانس رو بین انکودر و دیکودر داشته باشیم، خصوصا توی های پرفورمنس. این چیزی بود که روش تاکید زیادی داشتن و من به نظرم میاد کار کردن روی این قضیه میتونه خیلی مفید باشه. به نظرم این مالتی برانچ ها کلا نظر من اینه که آینده کمی به این سمت شاید باشه و بشه روش مانور داد و شاید بتونیم روی این بیشتر کار بکنیم. به هر حال دوستانی که اعضای هیئت علمی هستن و تیم های دانشجوییشون من فکر می‌کنم این انتخاب خوبی میتونه باشه برای ادامه کار. یک دونه در حقیقت دومین چیزی که میخوام راجبش صحبت کنم که با توجه به این که تست به نظر من پیچیده‌ای نیست و میشه از جوابای تستاش احتمالاً به یه نتایجی رسید، کار کردن روی تصاویر در حقیقت مصنوعی یا شاید بهتر بگم تصاویر غیر طبیعی هست که این تصاویر میتونه تصاویر گیم باشه، تصاویر اسکرین کانتنت باشه که شامل تکست و گرافیک هستش و تصاویر متفاوت این تیپی. یه گروه اومدن روی این کار کردن و در نظر داشتن که مثلا ما بیایم توی قسمت تست یک تعداد از این تصاویر رو که حالا یک پیشنهاداتی هم داشتن اینجا که 12 تا تصویر هستش ما بگنجونیم در وقتی که داریم تست انجام میدیم. یه سری تصاویر تستی پیشنهاد داده شد که از اینها 12 تاش انتخاب شد برای تست که این تصاویر وقتی که فشرده سازی روش انجام میشه باعث میشه یک سری مصنوعاتی روش ایجاد بشه. وقتی که تصویری ریکانستراکت میشه این مصنوعات خیلی قابل دیدن هستن و خیلی آزاردهنده هستن، خصوصا روی یه همچین تصاویری که تصاویر غیر طبیعی در نظر گرفته میشن و با توجه به کاربردی که ما امروزه زیاد هستن، نمیدونم توی همین الان این جلسه آنلاین ما خب به هر حال اسلایدهای اسکرین کانتنت هست و کیفیت اینها و اینکه این تصاویر ریکانستراکت شده بعد از کیفیت خوبی برخوردار باشه با توجه به کاربرد روزمره خب خیلی کاربردیه و باید بهش پرداخته بشه. این گروه پیشنهاد دادن که ما بیایم هدفی که در نظر گرفته شده بود این بود که ما ترینینگ دیتا ستمون رو انهانس کنیم، یه سری از این تیپ تصاویر رو اضافه کنیم که ترینینگمون شامل هم تصاویر طبیعی باشه هم سینتتیک کانتنت ها باشه که احتمالاً وقتی ترینینگ طوری انجام بشه جوابهای ما بهتر خواهد شد. و دومین هدف این بود که کاهش آرتیفکت داشته باشن روی تصاویری که خیلی های فریکونسی هستش. برای این منظور 3 مدل ترینینگ ست پیشنهاد داده شد. یکی ترینینگ ستی که حالا شامل نچرال ایمیج هست، یک ستی که اسکرین کانتنت 7000 هست
که 7000 تا ایمیج در حقیقت اومد در نظر گرفته شد، اضافه شد، تصاویری که سینتتیک هستن، یعنی ترینینگ ستمون رو انهانس کردن و توی در حقیقت سومی هم این SCC 7000 به اضافه یه سری تصاویر های فریکونسی خیلی با جزئیات بیشتر بود که 500 تا randomly generated های فریکونسی هست که اینها هم اضافه شد. تستی که گرفتن که توی اسلاید بعد نتیجه میشه با ترینی که با این سه مدل دیتا ست انجام داده شد این بود که تصاویر ریکانستراکت شده اگر از VM41 استفاده بشه، از 150 تا تصویری که تست روش انجام میشه 15 تاشون این آرتیفکت های خیلی بد رو دارن. وقتی که ترین با SCC 7000 انجام میشه 2 تاشون آرتیفکت دارن و وقتی که با اون دیتا ست سومی که های فریکونسی ها رو هم شامل میشه تست میشه به این صورت است که ما اون آرتیفکت های آزاردهنده رو نمیبینیم. البته ترینی که با این گزینه سوم انجام میشه توی تستی که انجام دادن به این گونه بود که توی تصاویر طبیعی یه خورده ما افت پرفورمنس داریم. یعنی این جای کار داره واقعا، به نظر من میشه روش کار کرد. حالا پیشنهاد داده شد که اون 12 تا ایمیج جدید توی دیتا ست تست گنجونده بشه، از این به بعد توی هر کدوم از این تستایی که انجام میشه این نیو تست دیتا ست حتما چک بشه چون به هر حال یه چیز مهم هست و برای در حقیقت ترین هم به همین صورت ما بیایم یک میکسچری از نچرال ایمیج ها و اسکرین کانتنت ها داشته باشیم و باز تست های بعدی روی این میکسچر انجام بشه. من فکر میکنم روی این مورد هم بشه به سادگی سری تست گرفت، از نتایج رو تحلیل کرد و انشاءالله بشه سریعتر شاید ورود پیدا کرد به چنین حوزه هایی که خیلی سریع میشه دسترسی پیدا کرد به اینویشن ها. متشکرم. خیلی ممنون، متشکرم. همونطور که خانم دکتر فرمودن یکی از چالش هایی که JPEG داره در واقع تصاویر مصنوعیه. هرچند در واقع تصاویر طبیعی پرفورمنس خوبی نسبت به VVC داشته ولی در خصوص تصاویر مصنوعی به اون پروفایل اسکرین کانتنت VVC نمیرسه. بحث بعدی که دوستان میخوام بیشتر راجعش صحبت کنم فیچر کلیپینگ. حالا خوشبختانه تو این قسمت هم جناب آقای قدیمی هم جناب آقای هاشمی نژاد تو جلسات شرکت داشتن. حالا من متاسفانه فراموش کردم کدوم که از این دو عزیز میخوان این بخش ارائه بدن. سلام، وقت بخیر. صدای بنده رو دارید؟ سلام آقای قدیمی. بله. خب یکی از بحثایی که مطرح شد توی BO1 تو بریکات اول جلسه میتینگ 101 JPEG AI این بحث این فیچر کلیپینگ در حقیقت یک روشی بودش که پیشنهاد شد برای اینکه ما مصنوعات و آرتفکت هایی که ایجاد میشه هنگام دیکود شدن رو اینا رو کاهش بدیم، تقلیل بدیم و قراره که بعد از حل کانولوشن دیکانولوشن در شبکه‌های انالیسیس، سینتزیس و انکودر و دیکودر، هایپر انکودر و هایپر دیکودر اعمال بشه. به این شکل هستش که میاد یک ماکسیموم و مینیمومی رو تعریف میکنه برای هر کانال و مقادیری که از این ماکسیموم مینیموم از بیشینه بیشتر هم از کمینه کمترن رو دور میریزه. اینجوری سعی میکنه که این آرتفکت ها رو کم بکنه. بعد علاوه بر این پیشنهاد شد که ما از یک دیتا ستی که خانم دکتر هم الان قبل من فرمودن SCC 7000 هم استفاده کنیم که حالا باعث میشه که بازدهمون بهتر بشه، که تصاویری که تولید میکنیم کیفیت خیلی بهتری داشته باشه، بازسازی میشه. خب اگر لطف کنید به اسلاید بعدی برید دکتر محمود. خب حالا این مقادیر ماکسیموم مینیموم چجوری تعیین میشه؟ خب بعد اینکه ما ترین کردیم شبکمون رو، VMمون رو،
میایم حالا خروجی هر لایه کانولوشن یه حالا فیچر مپی هستش، میایم اینها را به جای اینکه بر اساس لوکیشنشون مد نظر قرار بدیم، یعنی از فضای اسپیشال از این فضا میایم به فضای فرکانسی و میبینیم که هر مقدار هر ولیو با چه فرکانسی تکرار شده. 100 تا داده‌ای که بیشترین فرکانس رو داشتن، 100 تا داده‌ای که کمترین فرکانس رو داشتن، اینها رو حذف میکنیم. حالا مقادیری که باقی میمونه بیشترش میشه ماکسیموم، کمترش هم میشه مینیموم و اینا رو به عنوان ترشولد استفاده میکنیم برای هر کانال و اینا در حقیقت قراره که باعث بشن که ما آرتفکت های کمتری داشته باشیم. بعد مسئله که اینجا هستش این هستش که این آرتفکت ها توی تصاویری که اسکرین کانتنت هستن و مصنوعی هستن یا حالا قراره که برای نمایش اسکرین استفاده بشن، بیشتر خودشون رو نشون میدن. ساختار شبکه رو برای شبکه تبدیل آنالیز و هایپر انکودر مشاهده میکنید که هر جایی که ما کانولوشن لیر داشتیم بعدش اومدیم یه لیری گذاشتیم، یه استیج گذاشتیم برای کلیپینگ که قرار همین پروسه‌ای که خدمتتون عرض کردم رو انجام بده. برای شبکه تبدیل سینتزیس هم مشاهده میکنید که هر جایی که ما کانولوشن لیر داشتیم بعدش اومدیم یه لیر کلیپینگ گذاشتیم که قراره که اون مقادیری که بیشتر از حالا ماکسیموم مینیمم بودن و کمتر از مینیمم بودن رو دور بریزه. برای شبکه هایپر دیکودر هم مشاهده میکنید که به همین منوال گذشته بعد از هر کانولوشن لیر اومده کلیپینگ لیر گذاشته و قراره که همین تغییرات رو روش اعمال بکنه. خب حالا نتایجی که ازش به دست اومده رو اگر با هم دیگه مقایسه بکنیم توی ویرچوال ماشین 4.1 یه تصویر حالا ساختگی مصنوعی اینجا مشاهده میکنید و توی بیس اپریشن پروفایل بوده و میبینید که با اعمال کردن کلیپینگ اون آرتفکت هایی که داشتیم خیلی تغییر پیدا کردن، خیلی کیفیت تصویر از لحاظ بصری ارتقا پیدا کردن. بعد توی های اپریشن پروفایل هم دوباره عملکرد مشابهی داشته تقریبا و باعث بهبود کیفیت شده. اینجا اومده ویرچوال ماشین 4.1 رو قبل از اینکه حالا کلیپینگ بزنیم یا نزنیم روش اومده با دیتا ست SCC 7000 اومده ترین کرده. اگر خاطرتون باشه توی CE 515 برای تصاویر اسکرین کانتنت کلی ما آرتیفکت داشتیم و بعضی تصاویر مصنوعی، بعضی تصاویر اسکرین کانتنتمون بروکن بودن، اصلا به درستی بازسازی نمی‌شدن. برای همین اومده ابتدا با دیتا ست SCC 7000 اون رو ترین کرده و سعی کرده که مشکل رو رفع بکنه. حالا مشاهده تو تصویر سمت چپی همچنان ما با اینکه از این دیتا ست استفاده شده همچنان ما یک بخشی از آرتیفکت ها رو داریم، ولی حالا بعد اینکه کلیپینگ اعمال شده این آرتیفکت ها برطرف شده. بله توی بیس اپریشن پروفایل وقتی که حالا کانفیگوریشن توزاف بوده مشاهده میکنید که نسبت مرجع VVC توی 4.5 نقطه BD rate مقایسه کردن. مشاهده میکنید که برای رسیدن به کیفیت مشابه تو شاخصهای کیفی که اینجا مطرح شده مثل MSSIM و VIF FSIM و بقیه شاخصها ما گین داشتیم. هم وریفیکیشن مدلمون که تو حالت بیس اپریشن پروفایل هم تو حالت کلیپینگ جفتشون گین داشتن نسبت به VVC تو شاخصهای کیفی، ولی اگر این دور نسبت به هم دیگه بسنجیم کاملا مشخص هستش که وقتی ما کلیپینگ رو اعمال میکنیم بین فکر کنم 0.2 حالا اسلاید رو عوض بین 0.2 تا 0.4 به صورت اوریج پرفورمنس دراپ داشتیم. توی حالت های اپریشن هم مجددا مشاهده میکنید که نهایت پرفورمنس دراپی که با اعمال کردن کلیپینگ داریم نسبت به حالتی که نیستش 0.2% هستش. خب بعدش اومدن یه ابلیشن استادی انجام دادن، خواستن ببینن که اصلا چه نیازی است که همچین کار رو ما انجام بدیم و کجا باید اعمال بکنیمش. خب از اونجایی که ساختار حالا شبکه تبدیل آنالیز و سینتزیس قویاً غیر خطی هستش، همین حالا ساختار بعضا باعث میشه که انکودرمون یک مقادیر مثلا نادرستی رو
تولید بکنه، یه مقادیر آن ریالیستیک یا مثلا اکستریمی تولید بکنه. خب همین مقادیر توی لیتنت اسپیس وقتی دیکودر میخواد تصویر رو دیکود بکنه باعث میشه که این قضیه آمپلیفای بشه و آرتفکت هایی که داشتیم مثلا آرتفکت های بیشتری تولید بشه، آرتفکت های زشتی تولید بشه سر این قضیه. برای همین ابتدا اومدن این بحث کلیپینگ رو سمت انکودر اعمال کردن که ببینن که مثلا تاثیرش به چه شکلی هستش و مشاهده میکنید که در تاثیر وسطی نسبت به سمت چپ کلیپینگ نداشتیم. وقتی سمت انکودر اعمال شده آرتفکت همون کمتر شده، ولی چون حالا ساختار شبکه سینتزیس سیستم به همین شکل هستش، وقتی روی کل شبکه ما مدلمون اعمال کردیم کل تقریبا آرتفکت ها برطرف شدن یا به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کردن. خب در این اسلاید هم شما دوباره همون توضیحات اسلاید قبل هست، با این تفاوت که ما اینجا با دیتا ست SCC 7000 هم قبلش ترین کردیم و حالت نو کلیپینگ تونسته از مثلا از موهبت استفاده از دیتا ست SCC 7000 بهره مند بشه، حالا تا یه حدی آرتفکتاش کمتر بشه. باز هم نسبت به حالتی که روی شبکه سمت انکودر ما میام کلیپینگ میزنیم آرتفکت ها بیشتر است و وقتی هم روی کلش مدلمون اعمال میکنیم میبینیم که آرتفکت ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کردن. خب نتیجه ای که حالا تیبلی که اینجا شما مشاهده میکنید توی اسلاید آخر میبینید که حالا توی یک کراس چک انجام شده و بررسی کردن این حالتی که کلیپینگ روشن باشه و کلیپینگ اعمال نشه رو میبینید که نهایتا بین 0.4% باعث میشن که ما پرفورمنس دراپ داشته باشیم نسبت به حالتی که کلیپینگ نداریم، ولی در ازاش به میزان قابل توجهی آرتفکت هایی که داشتیم کمتر میشه. بعد نتیجه این پروپوزال هم توی جلسه این شد که حالا اینا به عنوان نقطه شروع روی هر 4 شبکه آنالیز، سنتز و هایپر انکودر و هایپر دیکودر اعمال کرده بودن و روی تک تک چنل ها در هر لایه. نتیجه این شد که بررسی کنن ببینن که آیا نیاز هست که مثلا برای هر کانال این اعمال بشه، بعد هر لایه میتونن تعداد اینها رو کمتر بکنن تا حالا پرفورمنس دراپ توجیه داشته باشه. همینجوری هم توجیه داره ولی خب حالا گین بیشتری داشته باشه. متشکرم. ارائه من تموم شد. فکر میکنم ارائه بعدی مربوط به آقای معتمدنیا باشه که ایشون توی این کور اکسپریمنت مشارکت داشتن و یه سری ریزالت هم گرفتن و در اختیار در واقع این کارگروه قرار دارن. بله، ما توی در واقع کور اکسپریمنت های ورژن های 5 ورژن در واقع کور اکسپریمنت 5.9 یک مشارکتی داشتیم که هدف اصلی این بود که بررسی کنن عملکرد VM4 رو روی دیوایس های مختلف. خب اکثر دیوایس هایی که تست شده بود معمولا روی CPU های سروری زئون بود و خب GPU هم که بود GPU معمول GTX بود، GTX فامیلی بود و RTX. ولی خب این بار خواستن که در واقع ببینن که به چه صورت خواهد بود و چه نتایجی حاصل خواهد شد. گروه ما در واقع روی اج دیوایس ها کار کرده بود و خب اونها هم در واقع گروه هواوی هم روی CPU های زئون کار کرده بودن یا یه سری نتایجی گرفته بودن. ما روی اج دیوایس ها اسلاید بعدی رو اگر داشته باشیم، بوردی که داشتیم بورد خانواده آرم 64 ها بود، اورنج پای که خیلی شبیه به راسپبری پای. خب از لحاظ پردازشی خیلی قوی تر هستش. همچنین ما یک تلاشی کردیم روی یک سری از بوردهای خاص به اسم جتسون در واقع خیلی
معروف هستن که توسط شرکت انویدیا تولید میشه و خب پردازنده گرافیکی دارن. موضوعی که بود این روی این دیوایس ها کار نشده بود و خب همون اسلاید قبل بله خیلی متشکرم. روی این دیوایس ها کار نشده بود و موردی که بود خیلی از اون لایبرری ها پکیج ها اینها روی این نوع دیوایس ها کار نمی کرد یا برای اینا کامپایل نمی شد. خب یه وقت خیلی خوبی گذاشتیم، تمام اینها رو اومدیم در واقع تست کردیم، انجام دادیم و نهایتش این شد که روی این بوردها عمل ترینینگ فعلا با این نرم افزار توسعه داده شده نمیشه انجام داد، ولی اینفرنس یا تست خود مدل رو میتونیم جلو ببریم و خب یه سری نتایجی هم بگیریم. یه تستی بود، حالا البته تست کمی تغییر کرده، ولی روی تستی که بود تا قبل از جلسه در واقع تصویب شده بود رو ما تست گرفتیم، خروجی ها رو هم براشون ارسال کردم. البته کمی طول کشید، به خاطر همین یک سی جدیدی هم فکر کنم 6.2 یا 3 بود، حالا الان خاطرم نیست. در واقع این مطرح شد که این کار ادامه پیدا بکنه که حالا پیشنهاد دادیم که روی چند تا دیوایس دیگه هم که توی خانواده هستن با این دیوایس ها بیایم تست بکنیم و ببینیم چطور نتایجی رو تولید میکنن و اصلا عملی هست که روی موبایل دیوایس ها یا دیوایس های امبدینگ سیستم ها شبیه به این بورد ها بیایم تست بگیریم و این وریفیکیشن مدل آیا روی نام کار میکنه یا نه. که خب در ادامه در واقع همون CE 5.9 هستش. کارهایی که توی این CE باید انجام بشه رو من اینجا لیست کردم که همون بیشتر در بررسی خود عملکرد متد هستش. یه نکته‌ای که هست این کریتریایی هست که ما میایم دیستورشن رو اندازه میگیریم که حالا PSNR یا MSE و SSIM دو تا متد معروفی هست که هم توی آکادمی پذیرفتن هم توی اینداستری پذیرفتن که معیارهای خوبی هستش. یکی اینی که فکر کنم توی چند تا CE دیگه هم مطرح شد که از چه معیارهای دیگری بیایم استفاده کنیم. یه موضوع خیلی مهمش که اینجا ما هم برخورد داشتیم اینی که چه ایمپلیمنتیشنی در واقع استاندارد هست و مناسب هست برای اندازه‌گیری دیستورشن، که خب اینها از یک لایبرری خاص استفاده می‌کردن. دلیلش رو من پیدا نکردم چرا خیلی به سختی در واقع روی اج دیوایس ها نصب میشه و یه باتلنک مهم اینفرنس اج دیوایس ها همین لایبرری PSNR هستش که اونجا گذاشتن. البته این برای ایوالویشنه. خب توی در عمل وقتی که مدل استاندارد بشه نیازی به این لایبرری نیست، ولی خب تو ایوالویشن خیلی یکم چالش درست کرده بود این قضیه که حالا چند تا متد دیگر رو هم میخوان بررسی بکنن. این در واقع در مورد CE 6.7 هستش. یه نکته‌ای هم چند باری در مورد JPEG Advanced Image Coding سوال شد و من حالا قبل از این جلسه خیلی جدی‌تر دنبال می‌کردم. به طور کلی توی این کارگروه موضوع تولید خود دیتا ست و سابجکتیو اسسمنت مطرح میشه و اینی که ما یک دیتا ستی داشته باشیم و یه سری اپینین اسکورایی داشته باشیم که در واقع یه سری سابجکت، یه سری آدم اینا رو اسکور زده باشن.
دو تا کور اکسپریمنت داره، کور اکسپریمنت 2.1 و کور اکسپریمنت 2.2 که توی 2.1 اسلاید بعدی فکر کنم توضیحش دادم، میان یک بستر نرم افزاری رو، یک چارچوبی رو آماده کردن که تو اون چارچوب فکر کنم از بستر آمازون تورک هم استفاده میکنن، از سابجکت های زیادی میخوان که بیان به تصاویر بر اساس کوالیتیشون یه اسکوری بدن. در واقع همون کراود سورسینگ هستش که نهایتاً یه سری اسکورها نویز محسوب میشه. خب از بستر آمازون تورک که فکر کنم استفاده میکنن، یک موضوع خیلی مهم این هستش که چون داره کیفیت تصویر اندازه گرفته میشه و خب یه سری سابجکت هایی هستن که توی شرایط آزمایشگاهی اینا نیستن و اینها چطور خود تصویر رو میبینن، آیا روی تمام مانیتورها تصویر به خوبی نشون داده میشه یا خود این آرتیفکت هایی ایجاد میکنه که روی تصمیم گیری سابجکت اثر منفی داره. اینها باید بررسی میشد و اینه که چه نوع بستر نرم افزاری کافیه برای این، چه مینیموم هایی خود اون سابجکت نیاز داره. همچنین یه سری موارد بود که چک بکنن، به هر حال یک شخصی وارد این اکسپریمنت شد و داشت در واقع کار اسکورینگ رو انجام میداد، از کجا متوجه بشیم که این یک اسکور درستی تولید شده در نهایت یا داخلش اشتباه وجود داره. توی کور اکسپریمنت 2.2 که توی اسلاید بعدی من در موردش یک توضیح آوردم، این بررسی میشه که حالا ما اسکیل تصویر رو اگر کمی تغییر بدیم چه تفاوت‌هایی خواهد کرد از لحاظ کوالیتی و یه موضوعی هم که هست اینه که حالا اون دیوایس فرد که داره این اسکور رو در واقع این امتیازدهی رو به تصویر انجام میده، رو چه دیوایسی داره انجام میده، که حالا اینجا یه موردی که مطرح شده اینه که روی موبایل فون قابل قبول نیست و یه سری موارد دیگه که البته خیلی شبیه به هم هستن. این دو خیلی بررسی زیادی داشت و نکات فنی ریز و کوچیکی داشت. در نهایت الان یک چارچوب نرم افزاری هم آماده کردن که من حالا تصویرش رو گذاشتم، ولی فکر کنم برای دسترسی به این گیت لب باید یه درخواستی داده بشه تا اجازه دسترسی بهشون بدن. بله خیلی متشکرم از شما. اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم.